اینکه این ماه رفت، یک روز بعد از ماه مبارک رمضان حس میکنید که چه دوستی رو از دست دادید. فکر میکنید دنیا تاریک شد. باور بکنید احساس دلتنگی میکنید. تا چند روز دلتون میگیره همینطور، دستتون به هیچ جا بند نمیشه. چه شد؟ اصلا انسان غافله. وقتی که ملک الموت بهش رسید حالا بیدار میشه. زمانی بیدار میشه که دیگه میگه وقت تمامه. اون لحظه بیدار میشه. ملک الموت که یه تکونش داد بیدار میشه، ولی دیگه آمدم دنبالت، وقت تمام، فرصت ها تمام شد دیگه، هر کاری کردید. گاه وقتی صفا رو خالی میکردیم، تو اوج نماز صفا رو خالی میکردیم، میرفتیم 2 صف میموند، 6 رفت نماز عشا، 2 سلامی خوندیم، صف رو خالی میکردیم، مسجد بیرونق میشد. امشب که مسجد پره چه حال و هوایی دارید؟ مگه نمیشه هر شب اینطور باشه؟ میشه. یه اراده است، یه توفیقه، یه خواستن توانستنه. امشب همه هستیم. امید داریم که تو دعای ختم قرآن یه چیزایی، حتی اون صف خالی کردنمون، حتی درجا زدنمون بعض موقع، ولی خدا لطفش خیلی زیاده. مهم که امشب تو هستی تو دعای ختم قرآن. اگه یکی رهگذر رد می شده همینجوری شنیده که امشب دعای ختم قرآن آمده، از اول رمضان هم نیامده، اونم از لطف خدا و رحمت خدا بی نصیب نیست. طرف ما یک ذات بسیار باگذشت، یک ذات بسیار غنی، کریم، سخاوتمند، مهربان. خدا نگاه به بدی ما مکن، نگاه به خوبی خودت بکن. همیشه خدا اینطوریه. اگه بخواد نگاه به بدی بندگانش بکنه خب کسی سالم نمیمونه. خدا همیشه نگاه به خوبی خودش میکنه. رحمت خدا از خشم خدا سبقت گرفته. من بارها به شما گفتم که خدا تعصب داره، غیرت داره نسبت به بندگانش. به ابلیس گفته این تو و این